ادعای خدایی برای عباس ابن علی رضی الله عنهما. چشم ابروی عباس لا اله الا هو، قد دلجوی عباس لا اله الا هو، رخ نیکوی عباس لا اله الا هو، شکن موی عباس لا اله الا هو. لبهای عباس لا اله الا هو، دل لبهای عباس لا اله الا هو، نی مینای عباس لا اله الا هو. کفر آنچه که این مداحان رافضی برای عباس ابن علی رضی الله عنهما بیان می کنند واضح و روشن است. گفتن جمله لا اله الا هو یعنی جز او دیگر خدایی نیست درباره عباس رضی الله عنه هیچ جای توجیه و بحثی را باقی نمی گذارد و حتی یک کودک مسلمان نیز می داند که چنین گفتار و باوری کفر است. البته این کفرگویی ها که به زبان این مداحان جاری می شود برگرفته از افکار و عقاید شرکی و ضد قرآنی است که از آخوندان رافضی آموختند. آیا رافضی ها با چنین اعتقاد و باوری الله متعال را می پرستند؟ این چه دینی است که کفرگویی و به سر و روی خود زدن در آن عبادت است؟ حقیقت این گروه آن است که الله متعال می فرماید استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان بر آنان چیره گشته، آنگاه یاد الله را از خاطرشان برده است. اینان حزب شیطان هستند، هان قطعا حزب شیطان زیانکارند. الله متعال در وصف خیش چنین می‌فرماید هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اوست الله که هیچ معبود به حقی جز او نیست. او فرمان روا، منزه و بی عیب و نقص، امان دهنده و امنیت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند و چیره، بزرگوار و شکوهمند و والا مقام و فرازمند است. پاک است الله از آنچه شریکش قرار می‌دهند.